های فرقی وزنی و بین مشتم از آهنی در افغانیس رولا کردم وقتی قدی دبلبه گفتم که مرغاب میبره میگزیدم من لبه او چجان پروانه کنه میگذرد این روزا میگن که بعدی از کری بچه مردد میشوه چین او چجان تیاری من که رفتم از خیزمت بیارم تکیلی او شین بیدوز جامعه شدید بین مرا برگلی تو راست فوکسیک سیکسیک های راست را پشتن اما تازه آزاده ریشا گرفتگی های را ماندن سرباز قطاری سایبر رو ندار این چی همه دفتر نداویزم رفیق قماندان این تومور اینش برزیدی تن اینش برزیدی گرانتامیور اینش برزیدی سنایپر اینش باشد چار کنجه از چار طرف میومگی دشمنای نیست و نابود می وای این قدر شما را در گردن اداویزان کردنه یک دو اولادت به خدمت می آوردیم هم به تو شفاعت میکرد و هم خدمتی وطن مادرت در سفید ای تو ها سرباز قطاری میرسو همین برای چی وقتی ترنگ گفتنی من بینیت رو میخوری رفیق قماندان در بینی هم پشه شیش من فرمان دادم ترنگ پشه پشمه تو حد نکرد سرباز قطاری هستن من تو برای چی وقتی نفسه برای حفظ مرز و بومی وطن آفرین دویومی که خیزمان رو با قوت بکنن احسن مردک نشویان رفیق قماندان بچه ها میکنه میکنم در سفید ایتو سیمی که روزگی و یگان کس پرسیدگی نیست اوان پوش سرباز قطاری قدرت من نخوتی بچی کشو من این چی گوشوی دویزم این تیاری بزیمیستون حالا چی وقتی نشان گرفتن یک چشم را میپوشم رفیق قماندان اگر ما هر دو چشممون رو پوشیم هیچ چیز رو نمیبینیم در سفید اطاعت سرباز قطاری عثمان زاده من تو تازه کردن автомат را مختی تازه کردن автомат را مختی بله رفیق قماندان از چی سر میکنی؟ از رقماش برای چی؟ من باید افسانت دیگر کس نباشم کارهای گفتگیم را اجرا کردی؟ بله رفیق قماندان کم ترک دیگرش مون زود رفته اجرا کن بله سرباز قطار ایمان من تو باید چیکار خوابندی؟ فرمانهای شما را اجرا کرده شدم رفیق تقای قماندان من یادم که فرمان ندادم من هم یگان کار نکرده شدم تو سرباز قطاری قربانو آیو بردمی دینا گوش کن با تو یک پراشوتی نو خریدم یک سنجیده بین اگر شده نشود زود ایوازش بگیریم بسافید اما سر رو چم فوکسیک سیکسیک دیتوفید سرباز قطاری را اینو من تو بازبا معیشت من بودی ها؟ همین معیشت نمی بود ولی کایها سرجم شده بودی تقو همه دیسترنه بادرون خدا گنرالش میکنه جوزا قماندان ما باید اگر میدونستیم کنیم
همین عقلت ماچه میواد کنی همون مینا در همین مردن جنگ سر کمانده کنی باید رو بزرگ بودم تو اما یو اول هر دی باید با آسمان میتزد و در ردوسی حادیثه مثل خزان کرما پاش میتونی اما فهمت من حالا بالای مینا سرباز قطار رای ما من تو این رفته جیان رو رسید که کرده آمدی یعنی سری ما رو رفتم دیدم اومدم وقتی ما با کی نشو کلا کنده شما خوشو پیوندی غاز کلا منم دست پاشم کلته غاز شکمش دم رخیتم میگه که نه رخیت نیست هیچ شما میدونم با خدا به که داد نزنم میگو شما در این پلاس دربی داد رسید بچه برو سرباز قطاری مالکه حافظ نما یعنی سلام خدا دعوت هر دو رفیق خواهدای از سبید اجل کردم قرشاد سخت مخکوش شد اوی دیا تنه گیری با چطوری میشه با سرده میخونم کویا نره بکش بچه های پاتر رو بزنن نیامدی خیزمت جایی تو خالیه بیا شرایط هست خیلی همالیه ضعیفی رو هستم برا رو مردک شو تو داشته باش با خود غروری میده چمن من مهنی من توی تو مادر وطنی من امیدی من گوهری من یگانه ای گلشنی من چمن من مهنی من توی تو مادر وطنی من امیدی من گوهری من یگانه ای گلشنی من با همه روزی دعوتی حربی مبارک باشد برای حفظی وطن همه قطارت باشد برای این وطن فدا جان و دلی ما بادم تو که به همه خاندان سوی سعادت باشد چمن من مهنی من توی تو مادر وطنی من امیدی من گوهری من یگانه ای گلشنی من چمن من مهنی من توی تو مادر وطنی من امیدی من گوهری من یگانه ای گلشنی من مبارکه مبارکه به همه عسکرها دلری و شجاعت و غیوران این مکان مبارکه شما را بر صفی ارتش ملی خجسته با خجسته این وعدت و این یکگیری چمن من مهنی من نه اما سرجم سرباز قطار رای ما من اما سرجم بکسیک سکسیک سرباز قطار رای ما من کلای سنبخچه برای این پاتر رو میزنی ها تلای کماندو وقت نام زیبات سروی جیان تا گفتی که رخیتن ولی گفزن شکمی ما برای چکالونه رفیق تلای کماندو علم و دانش شما به نهایت زیاد است او در فلشکتان جای نگیرید شما باشید باید در زیاد که دیستتان جای کرد دو روز برای جوابی خوبت دو روز بر رخصتی با وطن خدمت کنم اما راست بکسیک سکسیک بچه گد بروز گد بچه گد درود خانم باشخانه شگو گد
از بالا آب می آید ای باید بوی پلو می آید ای باید